Hi, how are you? I'm Gandon from Iran, and this is a traditional house or photo museum that people gather here to read the poems from the most famous poets of Iran that is named Sadi. Sadi, one of the greatest poets of Iran. He was born in Shiraz about 800 years ago, but his words are still alive today. People love him because his poems are not only beautiful, they are also full of wisdom and kindness. Sadi believed that all people are connected, like parts of one body. If one person is hurt, others should feel the pain too. This message is so powerful that it is written at the United Nations building in New York to remind the whole world about unity and humanity. He traveled to many countries, met many different people, and learned from them. Later, he wrote two famous books, Bustan, which names the orchards, and Gulistan, which named the rose garden. These books are full of stories, poems, and lessons about life, honesty, and love. What makes Sadi special is that he used simple words so everyone could understand him. Even children in Iran still learn his poems at school. And you will see in this video that a child read his poems very frequently. His words are timeless, and they remind us that kindness and good deeds are more important than power of money. When you read Sadi, you feel like you are talking to a wise and gentle friend. His message is clear. Life is short, so live with love, respect, and compassion. Now, I will be silent and let you to listen to many poems that read by the people that gather in this traditional house. Thank you. Please subscribe me. In this excellent hall, they want to read the poem of Sadi from one of the books that named Ghazaliyat. خرامان از درم بازآ که از جان دوستر دارم. خرامان از درم بازآ که از جان آرزومندم. به دیدار تو خوشنودم، به گفتار تو خرسندم. اگرچه خاطرت با هر کسی پیوندها دارد، مباد آن روز آن خاطر که من با جز تو پیوندم. کسی مانند من جستی زهی بدعهد سنگین دل. مکن کاندر وفاداری نخواهی یافت مانندم. اگر خود نعمت قارون کسی در پایت اندازد، کجا همتای من باشد که جان در پایت افکندم. به جانت کز میان جان ز جانت دوستر دارم. به جانت کز میان جان ز جانت دوستر دارم. به حق دوستی جانا که باور دار سوگندم. مکن رغبت به هر سویی به یاران پراکنده، که من مهر دگر یاران ز هر سویی پراکندم. شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم. درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم.
چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم. چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم. چو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندم. معلم گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم. پدر گو پند کمتر ده که من نااهل فرزندم. به خواری در پیت سعدی چو گرد افتاده میگوید. پسندی بر دلم گردی که بر دامانت نپسندم. شکر. صندلی هجایت صندلی جا 6. حالا توضیحاتی که هر بیت درت تقریبا بیان میکنم. خرامان از درم بازا کت از جان آرزومندم. کت یعنی که تو را، یا در واقع که برای تو از جان آرزومند هستم. به دیدار تو خوشنودم، به گفتار تو خرسندم. اینا که دیگه مشخص. اگرچه خاطرت با هر کسی پیوندها دارد، مباد آن روز و آن خاطر که من با جز تو پیوندم. میگه روزی مباد، به اصطلاح اون روز نیاد که من خاطرم را با کسی به جز تو پیوند بدم، هرچند که تو خاطرت با خیلی ها پیوند دارد. کسی مانند من جستی زهی بدعهد سنگین دل. میگه تو در واقع خیلی بدعهد و سنگین دل هستی که رفتی با یک کسی حالا مثل من. جستن به معنی جستجو کردن دیگه. و مکن کن در وفاداری نخواهی یافت مانندم. میگه مانند من توی وفاداری پیدا نخواهی کرد. اگر خود نعمت قارون کسی در پایت اندازد، کجا همتای من باشد که جان در پایت افکندم. میگه من در راه عشق تو مانا که باور دار سوگندم. یعنی قسم به سوگند به جان تو که من که از میان جان ز جان دوستر دارم. تکرار جانهایی که آورده قشنگه، یعنی در واقع موسیقی شعر رو بیشتر کرده و بعد میگه من در میان جان خود را از جان خودم بیشتر دوست دارم. و به حق دوستی باز سوگند، به حق دوستی سوگند جانا که باور دار سوگندم. که این سوگند من رو به اصطلاح چیکار کن؟ مکن رغبت به هر سوی به یاران پراکنده، که من مهر دگر یاران ز هر سوی پراکندم. رغبت میل دیگه. میگه به هر سوی به یارانی که این ور اون ور هستند میل و رغبت نکن، زیرا که من مهر یاران دیگر را از دل خود به اصطلاح پراکنده کردم و تنها به تو دل بستم. شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم، درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم. شراب وصل خودت را به من بده که من جام هجران تو را نوشیدم. یعنی بعد از این که هجران تو رو تحمل کردم شایسته اینم که به وصال تو برسم. شراب وصل تشبیه، جام هجرم همینطور دیگه. منی که جام هجر تو رو خوردم بهتره که در واقع شایستگی اینو دارم که به شراب وصل تو هم برسم. درخت دوستی بنشان که دیگه مشخصه، یعنی با من دوستی کن، مهربانی کن که من بیخ صبر، بیخ یعنی ریشه صبر را از دل خودم برکنده ام دیگه، یعنی صبر ندارم. چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم. پای از جاده بیرون شدن، این در جاده عشق دیگه مسیر درستی رو نمیرم. پایم از جاده بیرون شده، منحرف شدم. به این معنی که معشوق خودم از دست دادم دیگه. تو بیت‌های قبلی اینو گفت دیگه. حالا چه فایده که من این عشق رو ادامه بدم؟ چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم. چو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندم. میگه وقتی که به اصطلاح کارم از دست من بیرون شد دیگه
همه چیز خودم رو از دست دادم، حالا چه فایده که افرادی بیان و من رو پند بدم که حالا در راه عشق برم یا نرم و یا مثلا عاشق باشم یا نباشم. معلم گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم. میگه من شاگرد ناجنسی هم، یعنی به اصطلاح همون صحبتی که هفته پیش کردیم که یعنی جنسم به اصطلاح خوب نیست و حالا هرچی هم تو ادب کنی من رو ادب نمیگیرم. پدر یعنی به پدر، در واقع به معلم بگو به پدر کمتر ده که من نااهل فرزندم، من فرزند نااهلیم و این پندهای تو رو نمیپذیرم. حالا این معلم و پدری که اینجا میگه منظور کسانی که حالا عاشق رو میان پند میدن و نصیحت میکنن، میخوان به اصطلاح ادب و تربیتش بکنن که به اصطلاح از راه عشق برگرده. منظورش اینه. بخاری در پیت سعدی چو گرد افتاده میگوید پسندی بر دلم گردی که بر دامانت نپسندم. میگه که سعدی بخاری و ذلت در پی تو افتاده مانند گرد در پی تو افتاده. در واقع اینجوریه بخاری در پیت سعدی چو گرد افتاده. این تموم شد. میگوید چی میگوید؟ میگه تو میپسندی که بر دل من گردی بنشیند که من نمیپسندم اون گرد بر دامن تو بنشیند. پسندی بر دلم گردی را که من نمیپسندم اون گرد رو بر دامان تو. حالا این در واقع تکرار گردهایی که کرده جالبه، یا تکرار پسندهایی که آورده. خب نکته ای سوال یک است؟ نهایت عشق و علاقه به معشوق. آره دیگه. گردی بر دامان ننشینه. من حتی حاضر نیستم که گردی بر دامان تو بنشینه، ولی تو حاضری که این گرد دوری و اینا و من به خاری در دنبال تو باشم، این گرد راه تو بر دل من بنشینه. تو اینو میپسندی. بریم بعدی. من گفته بودم بله کسی نمیخواد بخونه. خود چند نمیگه. اعلام کرده دیگه. بذار من بستیدم صبح زود میدونده ولی بستیدم اصلا سوانی من گفتم اگه اینترنت داره اینو پیدا کنه حتما شده استاد شجریان. بخونم. شکست عهد مودت نگار دلبندم، برید مهر و وفا یار سوز پیوندم. به خاک پای عزیزان که از محبت دوست، دل از محبت دنیا و آخرت کندم. تطاولی که تو کردی به دوستی با من آن به دشمن خونخوار خیش نپسندم. اگرچه مهر بریدی و عهد بشکستی، هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم. بیار ساقی سرمست جام باده عشق، بده به رغم مناصح که میدهد پندم. من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا، پدر بگو که من بی حساب فرزندم. به خاک پای تو سوگند و جان زنده دلان، که من به پای تو در مردن آرزومندم. بیا بیا صنما که از سر پریشانی، نماند جز سر زلف تو هیچ پابندم. به خنده گفت که سعدی از این خطر بگریز، کجا روم که به زندان عشق در بندم. دست میزنه که مورد دست میزنه این خدمت زفت کنم انجام داده. سلام و سلام. خب باید یک کم سریع میخونیم. آره حتی خب وزنی یا وزن در واقع همسان به اصطلاح دوریه آهنگین. آره آهنگینه. چی بیاردیه بریم حسین بار کجا آورده. خوش آمده. وزن اینه دیگه، مفاعل فعلاتون مفاعل فعلون و شکست عهد مودت نگار دلبندم. خب مودت معنی دوستی دیگه، یعنی نگار دلبند من عهد دوستی، عهد و پیمان دوستی را با من شکست، برید مهر و وفا یار سوز پیوندم. حالا خانم طری مقدار سریع‌تر خونده ولی وزنی به هر حال آهنگین است.
به خاک پای عزیزان که از محبت دوست دل از محبت دنیا و آخرت کندم. romantic translation for آهنگی را every poem دقت کنه that که خیلی جالبه. بعد باز اون قسمه دیگه، به خاک پای عزیزان قسم سوگند که از محبت دوست به خاطر دوست داشتن معشوق خودم دل از محبت دنیا و آخرت کندم. یعنی دنیا و آخرت رو در واقع دیگه از دلم بیرون کردم در راه این عشق. تطاولی که تو کردی به دوستی با من آن به دشمن خونخوار خویش نپسندم. در واقع اینجوری باید بخونم. تطاول معنی ظلم ستم. ظلم و ستمی که تو به اسم دوستی یا در راه دوستی با من کردی، من اون تطاول رو، اون ظلم و ستم رو به دشمن خونخوار خودم همچی نمیپسندم. تکرار دوستی و دشمن باز جالبه. اگرچه مهر بریدی و عهد بشکستی، هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم. این که تقریبا دیگه مشخصه، من اون پیمان و عهد و سوگندم، با وجود این که تو مهر از من بریدی و عهد و پیمان دوستی رو شکستی، بر سر اون عهد و پیمانم هستم. بیار ساقی سرمست جام باده عشق، بده به رغم ماسه که میدهد پندم. خیلی جالبه، میگه ساقی سرمست، یعنی خود ساقی سرمست شده و بعد حالا جام باده عشق در دستشه و میگه که ای ساقی که خودت به اصطلاح از این شراب عشق مست شدی، جام باده عشق رو بیار و علی‌رغم با وجود یا در واقع برخلاف نصیحت کنندگان، پند دهندگان که منو پند میدن، اینو به من بده. منظور این که آقا من در راه عشق پند و نصیحتی رو نمیپذیرم. من آن نیم که پذیرم. بیت بعدی هم همینو میگه دیگه، من آن نیم که نصیحت پذیرم، من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا. عقلا یعنی عاقلان، کسانی که عاشق نیستن. و من با تو نه مرد پنجه بودم، افکندم و مردی آزمودم. دیدم دل خاص و عام بردی، من نیز دلاوری نمودم. در حلقه کارزارم انداخت آن نیزه که حلقه می رو بودم. انگشت نمای خلق بودم و انگشت به هیچ بر نسودم. عیب دگران نگویم این بار، کن در حق خویشتن شنودم. گفتم که برآرم از تو فریاد، فریاد که نشنوی چه سودم. از چشم عنایتم مینداز، که اول به تو چشم برگشودم. گر سر برود فدای پایت، مرگ آمدنی است دیر و زودم. امروز چنانم از محبت، که آتش به فلک رسید و دودم. وان روز که سر برآرم از خاک، مشتاق تو همچنان که بودم. استراحت کنه.